سلام عزیزان، من اومدم با یک کمپوت سیب خوشمزه به این صورت که سیب‌ها رو پوست میگیریم، دانه سیب‌ها رو جدا میکنیم و به شکل دلخواه خرد میکنیم. بعد از این کار یک قابلمه که گنجایش سیب‌هامون رو داشته باشه رو تا نیمه آب میکنیم، شکر رو بهش اضافه میکنیم بنا به ذائقه کم یا زیاد و میذاریم بجوشه. وقتی جوش اومد زعفران، گلاب، آب لیمو و سیب‌های خرد شده رو اضافه میکنیم و اجازه میدیم 5 تا 8 دقیقه سیب‌ها نرم بشن. در حد نرم شدن کافیه، نباید بپزن یا له بشن. بعد از این کار سیب‌ها رو داغ داغ داخل شیشه میریزیم و درب شیشه که بهتر فلزی باشه رو محکم میبندیم و شیشه رو وارونه 24 ساعت کنار میذاریم. بعد از 24 ساعت درب شیشه رو اصلا باز و بسته نمی کنیم، شل و سفت نمی کنیم، چون هوا وارد کمپوت میشه و ماندگاری کمپوت پایین میاد. این کمپوت خوشمزه رو شما میتونید به مدت طولانی داخل یخچال یا یک جای خنک نگهداری کنید. امیدوارم درست کنید و لذت ببرید. مرسی از همراهیتون.